همکار پیشین عزت امان که به ادعای نزدیکانش ماه پیش در ولایت کورسک روسیه ناپدید شده بود، از بازداشتگاه در دوشنبه از خود درک داده است. امامعلی خولوف 30 ساله چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. چگونه از روسیه به تاجیکستان آوردن او به ما معلوم نیست. مقامات شرح نمیدهند، هرچند به نزدیکانش گفتند که پرونده او را تحقیق دارند. خولوف پس از تقریبا یک ماه ناپدید شوی به پیوندانش پیام فرستاده است که در بازداشتگاه در دوشنبه است. او را ماه امسال در ولایت کورسک روسیه و با درخواست جانب تاجیکستان دستگیر کرده بودند. پیوندانش در آغاز ماه ایول خبر دادند که او از بازداشتگاه کورسک بی‌درک شده است. دلارام بوی محمد و همسر امامعلی خولوف روز 29 ایول به رادیو آزادی گفت شوهرش در پیام به آنها رسانیده است که او را از روسیه به تاجیکستان آوردند، اما نگفته است که چگونه. یک نفر از بازداشتگاه دوشنبه آزاد شد و خبر شوهرم را رساند، وگرنه نه در تاجیکستان و نه در روسیه کسی نمیگفت که او در کجاست. کوشش داریم که به او وکیل مدافع کرو کنیم. ادوکات‌ها با شنا شدن سندهایش از حمایت دست میکشند، گفت خانم بوی محمدووا. همسرش افزود امامعلی خولوف به دعوت عمومی برای عملی نمودن تندگرایی با استفاده از رسانه‌ها یا اینترنت متهم است. به نقل او مفتشان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به تحقیق پرونده آغاز کردند، اما مقامات جزئیات نمیدهند. امامعلی خولوف را پلیس روسیه 26 می امسال در ولایت کورسک دستگیر کردند. در نامه شعبه کارهای داخلی گرچشینسکی به دادستانی همین نویه گفته بودند که امامعلی خولوف بر اساس مراجعت سردار شعبه وزارت کارهای داخلی نویه دنغره حفیظ زاده از 3 مارس سال 2021 در پیگرد است. امامعلی خولوف 30 سال و زاده نویه دنغره بوده، چند سال باز در روسیه کار و زندگی داشت. او در مرکز تاجیکان زیر رهبری عزت امان اختیاری و رضاکار بود و در عهد پاندمی کرونا ویروس به مهاجران درمانده کمک کرده است. عزت امان رئیس سازمان مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و از قلمرو این کشور رانده شد. از زمان بازداشت و حبس عزت امان تا این دم مرکز تاجیکان زیر رهبری او بسته و چندی از همکارانش در روسیه مورد تعقیب و تهدید قرار گرفتند. بختاور جمایف، سوراب جهان و حسین ایشانقلوف از افزایش فشار به خود و نزدیکانش در داخل کشور شکایت کرده بودند. محمد خان ایگاموف، یک همکار عزت امان که با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان عیبدار میشد، با پرداخت جریمه از جوابگری آزاد شده است. یک کارمند دادگاه اسماعیل سامونی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت پرونده محمد خان ایگاموف با ماده 247 قسم 4 بررسی گردیده و او پس از پرداخت ضرر رسانیده و جریمه رها شد. به گفته منبع، مرافعه آخران در اول ماه ایول صورت گرفت و پیوندان ایگاموف در آن اشتراک داشتند. او درباره حجم مبلغی که ایگاموف سپرده است معلومات نداد. برخی از حقوقدانهای سازمان پیشین مرکز تاجیکان میگویند پرونده محمد خان ایگاموف مانند پرونده عزت امان بود و او هم امکان با جریمه رها شدن را داشت، ولی مقامات به هر بهانه نگذاشتند که او 232 سامانی جریمه را پرداخت کند. در دو بحث جداگانه دادگاهی او را به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات دادگاهی تاجیکستان تا هنوز این پهلوی قضیه عزت امان را شرح ندادند و طور حقوقدانها میگویند سیستم دادگاهی تاجیکستان به قضیه ها برخورد دوگانه دارد. همکارانش میگویند پرونده عزت امان سیاسی بود.